به نام خدا با عرض سلام خدمت دوستان عزیز. موضوع این جلسه ما احضار تاس هست. با این روش طلسم ها و سحرهایی که برای شخص نوشته شده در آب آشکار و باطل میشه. این طلسم هر جایی دفن شده باشه یا پنهان شده باشه توسط موکلین در کاسه آب ظاهر میشه. برای انجام این کار باید یک کاسه تماما مسی تهیه کنید و 2 مسقال نقره در داخل کاسه بندازید. این نقره هم باید از شخص عامل باشه، یعنی شخصی که میخواد عزیمت رو بخونه. کنار کاسه هم مقداری نمک طبیعی و 1 تکه نان و 1 جلد قرآن قرار بدید. بعد روی کاسه رو با پارچه مشکی بپوشونید. سعی کنید از پارچه های طبیعی استفاده کنید. دختری 9 ساله تا 12 ساله باید در سمت راست شخص عامل بشینه. بدن هر جفتشون باید پاک و مطهر باشه. رو به قبله. دختر 2 زانو بشینه. بعد کاسه رو بین 2 زانوی دختر قرار بدید. قبل از عمل هم اسراف و تحسین سفلی رو انجام بدید. شخص عامل باید عزیمت مخصوص رو 7 مرتبه با صلابت و قدرت و هیبت بخونه. اون دختر نباید بترسه. اگه بترسه عمل باطل میشه. حتما باید حجاب و حصار و حرزی داشته باشند هر 2 نفر، مثل قرصیا، حصار اعظم و حجاب تعاطیل یا حجاب قفل اعظم و غیره. هم شخص عامل و معزم باید حجاب و حصار داشته باشه، هم اون دختر 9 تا 12 ساله. شخص عامل باید به دختر بگه که بدون اینکه پارچه رو از روی تاس برداره یا از روی کاسه، دستش رو داخل کاسه آب ببره. طلسمی که برای شخص انجام دادن توسط موکلین در آب ظاهر میشه و دختر باید طلسم رو به آرومی از آب خارج کنه. اگه طلسم و سحر ظاهر نشد باید در 3 مرحله، در هر مرحله باید 7 بار شخص عامل عزیمت رو بخونه. بعد از بیرون آوردن طلسم و سحر باید انصرافنامه رو به همراه سوره اخلاص 3 مرتبه شخص عامل بخونه. به این صورت عمل تموم میشه. خب عزیمت کامل جلب سحر در کاسه آب. عزیمت رو براتون بخونیم. بسم الله الذی سخر له الشیاطین عجیبونی عجیبونی الطالبون الطالبون میرزا قریش. این اسم رو 2 بار تکرار کنید. جناحوشن، کتوشن. این اسما رو هم به همین صورت. ملک الحجاب احضر تحتک جیبک السنه السنه تلسنه تلسنه احضر احضر یا ملک بکتانوشن یا مالک العرب والعجم یا صاحبی الجن والانس اخوکن اخوکن تاجن تاجن الملک نجیا نجیا ساعت ساعت کهلا کهلا محلا محلا حتما 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 حشیا حشیا به حق میمون حبشی و میمون زنگی و میمون ابن میمون هاهیا هاهیا به خدومک به خدومک به خود محک به خود محک بیلن بیلن کونی نجما تشکری برزنگی برزنگی و ان کنتم یهودیا او نصرانیا او مجوسیا او هندیا او شرقیا او غربیا او یمینیا او یسریا یا احسن المجوس والمجوسیه والنصران والنصرانیه فی قلوب بنی آدم و بنات حوا. عزمت علیکم به تورات موسی و انجیل عیسی و زبور داوود و فرقان محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اعینونی الی مجلس هذا به حق انکوش
و تنکوش و مجویوش انه لقسم لو تعلمون عظیم امتوحن فاجرا بانیا هلیکا ملیکا نقیتا طارشا تورشا یا رحمن یا رحیم عجیبوا بحن اذا حن تعطی بحرمت مشمشمت طلح و بحرمت سلیمان ابن داوود علیه السلام و نقش الخاتم و ما فیه. اینجا که رسیدید باید بگید که وجلبو سحر فلان زایده فلانه که نام شخص و نام مادرش باید ذکر بشه. فی تاصل ما الوها العجل الساعه، هر کدوم رو 2 بار تکرار کنید. بعد که توکیل رو خوندید ادامه بدید. اقضوا حاجتی و الا تسلط الله علیکم شواظ ملائکة من نار ولا نحاس فلا تنتصران یضربون وجوهکم و ایدیکم باذن الله القادر القوی العلی العظیم. خب این عزیمتش بود. حالا انصرافنامش رو هم بهتون نشون بدیم. وقتی عملتون تموم شد سوره توحید رو همراه با انصرافنامه 3 مرتبه بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. انصرفوا باذن الله القادر القوی العلی العظیم و ما محمد الا رسول الله قد خلت من قبله الرسل انصرفوا بسلم و سلام بارک الله فیکم و علیکم. برای انجام این عمل حداقل باید اذن عام رو داشته باشید و اگر روحانیتتون پایین باشه و آگاه نباشید که دارید چی کار میکنید ممکنه به خودتون و اون دختر آسیب برسونید. پس این نکات رو رعایت کنید. جلسه امشبمون هم تموم شد. از خدمتتون مرخص میشم تا جلسه آینده. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.